درود خدمت بچه گل یوتیوب. اسوس هستم، کوچیک شما، یکی از عضو جدید بچه یوتیوب. حالا انشالله که با هم دیگه بریم بالا. خوش اومدین به چنل خودتون. چون که میدونم تامنیل ویدیو رو دیدین و از این حرفا صبر ندارین دیگه، اومدیم ویدیو رو برای میبینیم. پس بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. فقط اگه هنوز لایک و سابسکرایب نکردین به خاطر داداش گلتون، برای خوشحالی خودم، اگه میشه این کار رو انجام بدید، دمتون گرم. خب بریم سراغ اصل مطلب که باگ گردونه، این گردونه جدید فایتر. بذاریم پیداش کنم. وارد گردونه که میشین حتما از تو فوریو نرین، لطفا از تو فوریو نرین، دارم تاکید میکنم. ببینین که من تو اولی در آوردم. شما تنها کاری که میخوایم بکنین یا یک فیلتر شکن، دارم تاکید میکنم، یه فیلتر شکن یا DNS وایرگارد چیزی دارین، حتما بزنین، تو لابی بزنین که ارزم بزرگتون باز برای لاگین کردن دچار اختلال و اینا نشین. شما میایین داخل گردونه از داخل هم خود لابی، یعنی داخل فوریو نمیرین اصلا. بازم تاکید میکنم از داخل فوریو. یک چند دفعه میزنیم ردیفی بالای اسکینا میزنین، یک چند دفعه میزنیم، بعد میذاریم بالای این اسکین بمونه، اسکین آخریه. بعد شما میذارین این دانلود شه. اگه دانلود ندارین که بذارین دانلود شه، یعنی باید بذارین دانلود شه. بعد تا نصفه که دانلود شد میزنین گردونه رو، بعد انشالله تو دور اول، اگه نداد تو دور دوم بهتون حتما میده. امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو و کمکتون کرده باشه. حتما برای حمایت داداشتون دیگه کار منو تازه شروع کردم و اینا. حتما دارم باز میگم، لطفا چون که باگ بگیر نگیر داره دوستان. من باگ 100% نیاوردم ولی باگ آوردم، یعنی برای 90% اکامم روی اکانت رفیقمم. حالا اگه واقعا بخوایم بهتون ثابت کنم براتون عکسش میذارم، رو اونم اسکین در آوردم، همین اسکین اولیه چانلی دیگه، چیز حرفی نمیمونه. لطفا اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنین. اگرم از طریق داداشتون یعنی SOS اسکین رو در آوردین، خوشحال میشم برام اسکرین شات بفرستین، من میذارم تو چنل، مردم بیان ببینن. دمتون گرم، مخلص شما، SOS وایتی.